آقای رئیس جمهور، ما نمیتونیم مرزها رو مشخص کنیم. دور زمین حصار کشیدن، نگهبان مسلح گذاشتن، همین حالا دارن تو زمین ما نیشکر میکنن. دادگاه قضیه رو جسارت قربان، ولی چه دادگاهی؟ هیچ شده تا به حال دادگاه به نفع دهقانها رأی بده؟ زمین تو رو گرفتم؟ آقای رئیس جمهور، زمین پدر منو خیلی وقت پیش گرفتم. فرزندان، من پدر شما هستم، حامی شما هستم، من خون شما هستم. از من بشنوید، این مسائل وقت میخواد. باید صبر داشته باشید. جسارت آقای رئیس جمهور، ما نونمونو با گندم میپزیم، نه با صبر. صبر از حصار و نگهبان مسلح عبور نمیکنه.